سلام خیلی ممنون کانال سینما پسش و به سومین ویدیو از تیک تاک ایرانی خیلی خوش اومدین. اگه شما میدونید کانال سینما شاید همه کانال سابسکرایب بزنید و اگه این دوست داشتین ممنون میشم لایک و کامنت انجام بدید. چنل بیخیر. Let's go to see video. سه تا دختر از هم توی جمع خوشگل ترن. خانومم تصویرش تو آینه و سایه همش یکی شد. متاسفانه همش یکی شد. تو چرا رو دو گاز میدی؟ نه زود رفتی خدا. بیا من میگم بریم یه تو باشه داخل درک همیشه جاش گذاشت بیانه جا گذاشت. عجیبه. خب هیچ من خودم یاد نگرفتم متاسفانه تبخیر و این چیزا رو. من خوشم فوش معلمه میده. جناب خانم شما کیف کن نکردی من پیداش کردم. راست میگم خیلیتون بده. همین من با این مجدگون هم میخوام. وقتی که با خانواده فیلم نگاه میکنین همین چیز میشه. واقعا انتظار نداریم شما از فیلم ایرانی متاسفانه همین میشه. بله متاسفانه ایرانی میشه. نه این سم نه پس نمیرم بای. چرا با بسن رو پاتی اینا حرمت دارن این لذت بریم گمشین مزاحم نشین. اگر نه شریکم وارد ماجرا شد. خدا شریکم وارد ماجرا شد. این شورا بریم. وقتی شریک عصبانی میشه در ایران. چطور به تو گی ندارم؟ میتونه از خودشون بپرسی. لوز شوخی نکن جدی پرسیدم. 100 بار بهت گفتم ولی به خرجت نمیره. منظورت چیه؟ اگه پوشش چه ربطی داره؟ چه پوش درسته؟ نمیدونم. چرا رفت؟ این چرا داره میرقصه؟ اوه با موز و خیار بله با هویجم حال نمیکنه. همه چیز برعکس شد. ای مردان همه شما میدانید به زودی وقت خانه تکانی است و همسرانتان از شما میخواهند با آنها همکاری کنید. اونها از هر روشی برای خر کردن شما استفاده میکنند. از بوسیدن تا اشوه‌های خرکی و گفتن آقا یکی بودی تو. نگاه چی در عقب خوب توجه کنید. شوهر گلم یه دقیقه میای کارت دارم. شوهر عزیزم یه دقیقه بیا کارت دارم. چه شوهر نازی دارم من. عزیزم بیا کارت دارم. با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و خطر جدی خانه تکانی به محض شنیدن هر یک از الفاظ فوق سریعا محل را ترک نمایید. لطفاً این اخطار را جدی بگیرید. یکی جدی نگرفت خدا وکیلی تا الان 4 تا فرش هسته. اونو که گناه کنن و حق مردم خورن و دنیای کار کنن لختون میکنن میذارم حواستون باشه. چیکار میکنه؟ کلامی که بشه اشتباه گفته بودن. سالتونه؟ 24 سالم. 24 سال. الان چه کسی کنارتونه که بهتون کمک کنه؟ الان خواهرم، مادرم و پسر 7 ماهم. ای جانم پسر 7 ماهه داری. چند سالشه؟ 7 نه 7 ماهه. چند سالشه؟ خدا بفهم دیگه نفهم. وای آموزمان میکنه خودتون مغزت آموزمان. ایرانه؟ این ایرانه؟ What the hell ایرانه؟ انقلاب شده ما نمیدونستیم. عشق سلام اومدم شیر بخورم گفتم در جریانتون بذارم. آخه من تصمیم گرفتم از این به بعد هر کاری میکنم فالوورامو در جریان بذارم. سلطان در جریان گذاشتن خیلی محمد صدو میبینی بهش فکر میکنی؟ به عشقم هر روز باش اینجا بودم. رضا تو بهش فکر میکنی؟ اگام اگر یو همش آگوشت بی چند تا میخواست تا تلیتش کنی. رضا کلاه چیزی از علاقه بدن احساس بوی نبرد انشالله. یکی عاشق پلیس میشه هر روز واسه دیدنش خلاف میکنه. عاشقی دل میخواد بدلین.
ایزی تمام اینه کجا اشاره کردی رو این نگوشه خانم ببخشید مزاحمت ایجاد نکن نامزد دارم. خانم نامزدت چی کار دارم؟ عجب آدم خری هستی. آقا نامزد داری دلش کن. بابا من اصلا کاری ندارم با نامزدت ماشین رو دارم چقدر زروتر میکنی نامزد دارم نامزد. لاستیک ماشین پنچر چیکار با نامزدت دارم من؟ ها؟ میشه کمکم کنی درستش کنی؟ نامزد دارم نایس